درود بیننده های بسیار عزیز تلویزیون سفینه. اینک برنامه عالی هست، مهمان خانوادگی شما. در برنامه امروزه ما حضور دارند هنرمند خوش صدا، سراینده انسامبل فلک هاشیموفوی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام شریف جورایف بنفشه مقیمه. بنفشه عزیز خوش آمدید به برنامه عالی هست. سلامت باشید. تشکر زیاد که آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشید. میخواستیم صحبت را از پدر عزیز آغاز کنیم. تا جای ما آگاهی داریم پدر عزیز اولین استاد شما بودند، اولین شخصی بودند که شما را به دنیای زیبا و رنگینی موسیقی وارد کردند. اگر گوییم که پدر شما استاد اولینتان هست خطا نمی‌کنیم؟ البته هر یک نفری که وقتی که خود را میشناسد و دنیای کمالات وارد می شود کسب دوست داشته خود را انتخاب می کند. گاه سودخوانی می کردم در دوره کودکی در نزد پدر و مادر. اونها خواستن که مرا به مکتب موسیقی بچگانه سپارن. همین طور هم شد و پدرم مرا به مکتب موسیقی بچگانه شهر کلا بردن و اونجا استاد اولین من بسیار یک هنرمند معروف تاجیک، هنرمندی که بیرون از جمهوری اون کسا میدونن میشناسن هنرش رو اعتراف میکنن، استاد عمر تیموروف. با دست اون کس بردن. طول 4 سال در اسباب غیژک تحصیل کردم و همین سبب شد و آهسته آهسته به دنیای بزرگ صنعت، با صحنه کلان صنعت من راه یافتم.
البته با دستگیری و با دعای پدر. اصلا اسباب موسیقی غیجک رو اسباب مردم میگم. اصلا مردم بیشتر استادان مردم صنعت. بله مینوازند. بله. شما اولین بانوی هستید که میل و رغبت پیدا کردید به نواختن یعنی این با ساز. دیگر اسباب ها نه، محض به همین غیجک. بله بله. یک وقت از جمهوری آذربایجان طالبه هایی که در مکتب موسیقی جمهوری آذربایجان تحصیل میکنن، اونها به دوشنبه شهر مهمان شدن و یک کنسرت مکمل خود را پیش نهاد کردن که من اون برنامه کنسرتی اون را از طریق تلویزیون تماشا کردم و در همون برنامه کنسرتی 3 دخترک آذری، اونا معلوم بود که طالبه مکتب هستند، اما در سطح عالی کسبی چنون یک نوازش ها، چنون یک موسیقی ایجاد کردن یا بگیم نواختن که همون من حیران شدم که این صدا چی باشد، این کدام اسباب باشد که اینا اینقدر خوب و با مهارت بلند اجرا میکنن. بعد اومدم گفتم که پدر جان این چی اسباب است، اینقدر صداش خوب است، فورم است. پدرم خندیدند و هم خیلی گفتن که این غیجک است. بچه‌ام گفتن و اهمیت ندادن که همون غیجک امروز سبب می شود و من همین روح کسبی همین صنعت من انتخاب میکنم. خلاصه من گفتم که پدر جون، یعنی جدی قبول نکردن. جدی قبول نکردن و فکر کردن که هم تو یک مثلا از روی خواهش هوس کودکانه هست، بگیم یک هوس کودکی هست، بگیم همین که اعتبار ندادن و من پدر جون من میخوانم در همین اسباب. پدرم خندیدن گفتن خیلی نقص فکر کنم. گفتم نه پدر جون من میخوانم. خب آموختم، از دنیای غیجک با خبر شدم و فهمیدم که موسیقی چی است و ساز موسیقی چی است و چگونه صدا داره، چگونه مثلا اون مردا در سر زانو میگیرن مینوزن. اما مشکل نبود برای یک اول دختری جوان با دستان نازک نواختن این گونه مشکلی اسباب؟ در چی بود که وقتی که من با اسباب غیجک به کوچه مثلا به سوی مکتب میرفتم، مردم مرا یک نگاهی بگیم توجه خاصه عجیبونه داشتن که این رباب چه باشد در درون همون فوتلر میگیم این چی باشد که شما میخونید. خیلی بعد فهمیدن که غیجک است. در آزمون ها اشتراک میکردید با نواختن همین اسباب در موسیقی؟ آزمون ها اشتراک میکردیم، اما بسیارتر ما در کنسرت های صنفی، در کنسرت هایی که بین دیگر مکتب ها میگذشت اشتراک میکردم. حتی همون تعریف نامه و توصیف نامه و همون افتخار نامه ها هست در خونه هست. من باز دیگر اسباب من آموختم، فورتپیانو میگن اون آموختم و امروز از فنی فورتپیانو معلمه شده کار میکنم در مکتب اینترنتی میانه مخصوص جمهوری به نام میرات العطایف. هم درس آوازخوانی و هم درس فورتپیانو میآموزونم. امروز توجه نورسان چگونه است به این نمودی اسباب موسیقی؟ زیادن اکنون امروز موسیقی فورتپیانو در نظر دارم اسباب پیشروی در برابر پیشروی جامعه هست. مثلا طلبه هایی که بسیار خوب می نوازند، بیشتر دختران یا اینکه پسران؟ هر دو هم برابر هم گیم خطا نمیکنیم. چرا که من که طول یک سال شد من کار فعالیت میکنم، الکی میبینم که توجه بسیار است، طلبگار بسیار است و باز برتریش در چی است که در سالهایی که من تحصیل میکردم اسباب یافتن و خریداری کردن کم ترک مشکل بود. امروز ببینید اینقدر شرایط های خوب، اینقدر مثلا اسباب های زمانوی که کسی که کدام اسبابی را که میخواهد به خوبی دسترس میکند و اون خوب میآموزد. یعنی امکانیت ها زیاد هستند. امکانیت ها بسیار هم فراهم هست، زیاد هست. این البته خوشبختی نسل امروزه ما است. بله بله. بنفشه عزیز، شما 8 سال در انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتید و دوام این 8 سال چند سرود و ترانه های شما در خزینه طلایی کمیته تلویزیون و رادیو محفوظ مانده؟ اگر خطا نکنم ممکن است که یا 65 یا 70 سرود من در خزینه طلایی رادیو امروز هست و از سال 2003 تا به امروز اگر این خود تعریف کنی نیست صدا میدهد. برای سوال شما صدا میدهد. وقتی در انسامبل دریا فعالیت داشتید، طور ما اطلاع داریم شما به سرایندگان درس آواز میگفتید، درس آواز میدادید همچون آموزگار. چگونه بودن این درس ها؟ یک رجای معین بود؟ بله، رجای معین این بود که از ساعت 8:30 سحر بگیم ما الکی آمادگی میدیم، ما آواز گرم میکردیم. چرا که اگر وقتی که هنرمند آواز گرم نکند وای میتواند که یا سرود خواندن نتواند یا در رفتی سرود خواندن همون
صدای بلند موسیقی وقتی که باید که همون اجرایش کند میتواند که آواز جراحت بردارد، یعنی صدا پرده ها جراحت بگیرند. و چه خاطر؟ چون که وقتی که انسان سحر از خواب میخیزد الکی صدایش دیگر است. شما اگر دقت کرده باشه با تمرین کردن آواز همون آواز هنرمند جای خودش میگیرد. چگونه بودند این گونه تمرین ها؟ اگر امکانیت باشد یک پارچه یک لحظه به ما میگفتید که ما هم میشنیدیم شاید شما هم تمرین آواز میکردید. بله برای ما هم بسیار مهم است تمرین آواز. ما مثلا در موسیقی دیاپازون مردانه میگویند و هست و دیاپازون زنانه هست. از همون نوت‌های پیانی اوستا ما زینه نیم تون به درجه هم در کاری که زنانه باید شود و با پاسون بعد از وقتی که با زنانه بلندی میکند باز مردم میتونن اکتاو یکم یا دویم بگیرن تو با همون زینه هم مشق میکردیم. مثلا بینید دا دا دی دا 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 دی دا دا باز بونیم تاری دا دا دی دا 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 دی دا 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 دی دا 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 دی دا دا میخواد نیم تاری بلند شدن میگه تو با همون جایی در کاری رسیدن آواز. همین خیلی بودن تمرین آواز ها. درسی آواز درست تلفظ کردن آهنگ رو از کدام استاد آموختید بیشتر؟ وقتی که به دریا اومدم الکی اونو تمرین میکردم و وقتی که من اولین بار به همون اتاق کاری هنرمندان که اونجا تمرین آواز میره وریدم اول شرم کردم که من آوازم بلند برارم، چون که در بین اون استادان هنر اون چهره‌های بزرگ و چهره‌های شناخته کسبی که در دسته هنری دریا کار فعالیت میکردن، برای من یک جوان دختره که بگیم دیهاتی بگیم یا که مثلا جوان دختره که نو وریدی دسته هنری دریا که اونقدر شهرتش در جمهوری به اندازه بود، برای من کمی مشکلی میکرد، چون که من در اول شرم میکردم، جرأت نمیکردم که در پیش این استادان هنر من صدا بلند کنم. طول یک هفته همین خیلی مشاهده میکردم که اینو چگونه آواز تمرین میکنن. بعد در همونجا اکای قربان عبدالله روحشان شد باشد اون کس تمرین آواز میدادم با هنرمندا. بعد پایینگی راوپا شد رو گفتن که بچه این برای چی شما نمیخونید؟ شرم نکنید، این اتاق کاری ما هست، ما از همین اتاق کسی شدیم، یعنی به مردم معرفی شدیم. آواز برار نشون ته تو میتوانی. گفتم همین خیلی مرا دلتی کردن، دستگیری کردن. بگیم که شرم مرا بگیم کمی وای کردن که مثلا هنرمند اگر شرم جرأت پیدا کردید. شرم برای زن حتما در کار است، اما وقتی که وردی صحنه میشوی آواز باید نشون دادن در کار که مثلا صدای چگونه است تو میتوانی یا نه. و همین نصیحت های پای نگینه گفتن که شما شرم یک طرف گذارید، آواز نشون تید. وقتی که اکای قربان با یگون کارباری بند میشدند و اگر ساعت دیر می اومدن میگفتن که بنفشه امروز درس شما میبرید. باور میکردن چون که الکی اونو معلومات داشتن که من آموزگاری فورتپیانو هستم و اولین بار وقتی که من درسی آوردم چون دست پنجه های میلرزه که چون که اونجا هیجان بود، استادان نظاره میکنن. گفتم من یکم خطاگیر نشود، آواز اونا یکم خطاگیر نکنم که مثلا نوجوری بینی اونا شود. همین خیلی آهسته دسته هنری به من باور کردند و گفتن که درسی آواز شما میگذارونید. اولین سرودی که شما رو معرفی کرد روی صحنه تاجیک سرایی دید کدام سرود است؟ اگر شنونده یا که بیننده در خاطر داشته باشه سرودی نه من بیهوده گرد کوی آن دلدار میگردم. و همین سرود از اشعاری عراقی شمس تبریزی حاصل از کلاسیکو هست، آهنگی برات یخشی. و من همین زمزمه کردم، ثبت کردم و در تلویزیون اون از به نوار گرفتم. خوب قبول شد و امروز پیوسته شنونده می شود. تا امروز؟ تا به امروز، بله. خوب می شد که 4 مصرع همین سرود رو می سراییدید و بنفشه چند سال قبل رو به یاد بیننده می آوردید. نه من بیهوده گردی کوی آن دلدار می گردم، من ذوقی عاشقی دارم پی دلدار می گردم، سخن مستانه می گویم ولی هوشیار می گردم، خدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردم.
سلامت باشید بنفشه تشکر. عزیز، آوازتون خسته نباشد. رحمت. واقعا رفتیم یادی روزگاری بنفشه گذشت. چند سال قبل و سلامت خاطره باشید. ما رو هم شاد کردید، طبی ما رو هم بریده کردید. زنده آوازتون باشید. خسته نباشید. تشکر. سلامت باشید. شما در سرایدن سرودی خود سبک و اسلوب خاصه دارید و بیشتر شما تکیه میکنید از اشعار کلاسیکون. اول شما متن شعر رو انتخاب میکنید و بعداً آهنگ، یا اینکه اول آهنگ انتخاب میشود و بعداً شعر؟ اینا یگون هنرمند انی گفته نمیتواند که اول آهنگ است یا که اول شعر. می شود حالت هایی که آهنگ خوب ایجاد می شود، یگون شعر موفق یافته نمی شود. و باز هست مثلا حالت هایی می شود که همین کتاب وقتی که برگردون میکنی یک شعر خوبی پیدا می شود و شعر خوب علاقه آهنگ خودش پیدا می کند. مدتی طولانی گویم روی صحنه نبودید، از صنعت، از هنر دور بودید. این هم باشد بی سبب نیست. ما می‌دانیم که شما وظیفه بزرگی مادری را بر دوش دارید. مادری دو پسرک دوسترو هستید، به تربیت فرزندان بند بودید. البته برای نسل خوب را تربیت کردن سهم زن مادر بی اندازه است و تربیت فرزند کاری سهل و آسان نیست. چگونه بودند آن روزها؟ چگونه پس سر می شدند هر یک ساعت و روز و هفته و ماه و سالها؟ و چگونه توانستید که از صحنه یک مدت دور شوید و بعدا برگردید باز به انسامبل فلک؟ یک وقتی که در دسته هنری در یک کار فعالیت میکردم، راستی نه در فکری اویلادوری بودم و نه در فکری مثلا فرزند، چون که من صنعت رو بیشتر دوست می داشتم. مقصدی من فقط همون بود که من یک آهنگ داشته باشم یا یک سرود داشته باشم که سالهای طولانی ما را معرفی کند، یا که اون هنرمندانی که بعدی ما روی صحنه می آیند سرودهای ما رو بخونن، زنده کنند. مقصدی من همین بود و همین هم هست. وقتی که باز عقلم کاملتر شد و باز دیدم، گفتم نه، باید اویله برپا کرد، چون که عمر در گذر است. از انسان مثلا کاری خوبم که نیکی و باقی ماند، فرزند مثلا نامبرداری پدر و مادر باید باشد. و خوب اویله‌دار شدم، صاحب دو تا پسرچه هستم و مقصد دارم فرزندانم رو در راه درست تربیت کنم، چون که جامعه از فرزندان من نفع بردارد. آینده مثلا نامبرداری ملت باشن، نامبرداری پدر و مادر خوب باشن. من میخوام که مثلا آینده از فرزندانم افتخار داشته باشم. و البته این آسان نیست. مثلا تربیت فرزند، حالا که مثلا هنرمند خود زن است، مادر است، روی صحنه هنرم که باشه، مثلا باز پشت صحنه، پشت پرده هنر کاربر زندگی است. مهمانداری هست، البته خیلی رفت رو با وظیفه زن مادر همه اینا مثلا بدوشی ما مادران است، بدوشی ما زن ها است. اما اگر وقتی که شخص بخواهد، این صدی روی دیگری شده نمیتواند. امروز ها از پای کدام آهنگ هستید؟ با کدام آهنگسازان همکاری دارید؟ با کدام شاعران معاصر؟ یا اینکه از اشعار کدام شاعر کلاسیک این لحظه آمادگی میبینید تا یگان سرودی نوی، سرودی تازه به بیننده، به مخلصانی عزیز پیشنهاد کنید؟ به نزدیکی یک سرودی با نام مادر ثبت کردیم، یک بار تولید نشد. یعنی من در نظر دارم سرودی مادر یک سرودی هست که سالهای سال صدا می‌دهد. گرچه که دیگر سرودها یک بار دو بار گوش میکنی مثلا به گوشه فراموشی میرود، اما وقتی که سرود درباره مادر است، علاقه وی همیشه میماند، همیشه جاودانی میماند. اما سرود مادر کهنه شوی ندارد و به نزدیک همین سرود ما ثبت کردیم. آهنگ از ابراهیم حلیموف، بسیار یک بسته‌کاری خوب، جوان هم که باشد، آهنگساز خوب است، قلمی خوب دارد. بنابراین که مادرم را از دست دادم، روحشان شاد بود. سلامت باشید. میخواستم یک سرودی ایجاد کنم که به دل من نزدیک باشد، اما من همون متن رو پیدا کردن نمیتوانستم. گرچه که پیشنهادها برای سرود مادر بسیار بود. ابراهیم حلیموف گفتم این بسته‌کار جوان زنگ زدند و گفتن که بنفشه من شما رو در خانه انتظار یک آهنگ خوب تولید شد، تیزتر بیاید. گفتن همین سرود همین آهنگ من برای شما تیار کردم، یک بار بیا گوش کن. بعد من در خود گفتم که شعر دارد یا نه؟ گفت که نه، فقط آهنگ است. خلاصه من رفتم آهنگ رو گوش کردم، گفتم بسیار آهنگ خوب، اما شعرش پیدا که نباشد، بیا همین شعر مادر وای کنیم. گفت مایلش در وصف مادر. اول شما سوال کردید که اول آهنگ پیدا می شود یا که شعر.
اما این گونهش که اول آهنگ تولید شد. خوب شاعر زنگ زدن، شاعر آمد با نام الهام شیرین، یک بسیار قلم خوب دارد، جوان هم باشد. بعد سوال کردن که بنفشه از مادر چی خاطره ها داری؟ من حیران شدم که آخر مادر خاطرهش به اندازه است. سر هر قدم مثلا کاری مادر، یادی مادر، اون نصیحت ها و اون پند ها و اون سخن های مادر پیوسته مثلا در گوش فرزند صدا می‌دهد، ابدی است. بله. خیر، یکی از لحظه های وقتی که از توی ها و از معرکه ها که جای گپ شد من دیر می اومدم، مادر مرا انتظاری میکشیدن تا نیمه شب ها و من میگفتم که مادر جون روید خوب کنید. اگرچه من اون سال جوان بودم، دنیا بی خبر بگیم بودم، میگفتم مادر جون روید خوب کنید. خیر من سوق سلامت هستم. من آمدم که بعد مادرم یک همین خیر نگاهی پر از مضمون قطعی خیلی نگاه کردن و گفتن ای تا خودت مادر نشوی درد دل مادر نمیفهمی. یکم سخن دیگر نگفت. خلاصه همین من نقل کردم با همون شاعر. اون کس گوش کردن. بعد همین خیلی یک ورقه دادن و من گفتن که بخوان. خب من خوندم، اما من حس کردم که این دردی من، گرچه که دردی من هم باشد، بسیار از نفری که مادر از دست داده است، گنج بی‌بهای زندگی رو از دست دادن، یک دردی من طاقت نیست. خب من خوندم، سرود ثبت شد. حاضر این زمان در تیاری با ثبت کلیپش دارم، روزهای نزدیک نشر می شود. بنفشه جان، زمانی با مادر بودن چگونه زمان بود و زمانی بی مادری چگونه است؟ میدونید وقتی که انسان خواه مرد است خواه زن است، وقتی که مادر هست او کودک است، نیاز به چیزی ندارد چرا که باید مادر دارد. و چون وقتی که مادر از دست رفت، من در همان لحظه من احساس کردم که من بزرگ شدم. یعنی چگونه با فکر کردم که من کلان شدم، من با عقل شدم. دنیای کودکی رفت. بله. اون ارکگی ها و اون ناز ها و اون چون که مادر نازپرور است. بله. مادر نازبرداری من بود. مادر مثلا تکیهگاهی من بود. غمگسار و غمبرداری من بود. بینید که امروز علاقه وی نیست. جای اون کسی گرفته نمیتواند. و همین شعر همین خیل بود که شاید زمزمه میکنی 4 مصرعش رو. باشد. نور خاندانی پدری و چه بده، میری اپگی و خواهری و چه بده، یک چهره کشاده در تمامی عالم، میرو هوسو برابری و چه بده. و در همون 4 مصرع که اوج در بر میگیرد، باز من علاوه کردم که کی رهنگری دخترکوی ره دوره بوده. همین خیلی یک مصرع شیری دارد. همیشه روحشون فرزندان هستن مادران، روحشون شاد بود مادران رو. مادر است که همیشه برای خوشی و خوشروزگاری فرزندان، برای موفقیت فرزندان دست دو میبردارد. بیهوده نمیگویند که خطی اوژنگ مادر مهربانی را نشان باشد، سفیدی های مویش بخت نیکی طفلکان باشد. شما امروز در 2 جاده فعالیت میکنید، هم در انسامبل فلک هاشم وفایی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام یک شریف جورایف و همزمان آموزگاری اسباب فورتپیانو هستید. مشکل نیست برای شما؟ به مشکلی و به رنج گنج به دست نمی آید. اگر روزانه میروم با کار ایجادی به دسته هنری فلک و بعد نصف روزه میرم به مکتب. اما ما از مشکلی بترسیم کار پیش نمی رود. در مکتب میونه اگر 35 نفر طلبه در یک 45 دقیقه درس و تعلیم گیرد، در ما این گونه نیست. ما یک طلبه قطعی 45 دقیقه درس میگذاریم. ببینید چقدر فرق دارد. 7 نوته هست که در موسیقی اگر شما بدانید، همون 7 موسیقی ببینید که 9 تا اکتاو هست در یعنی دو ره می فا سول لا سی. همین دو ره می فا سول لا سی در 9 اکتاو جایگیر است. ببینید در یک اسباب فورتپیانو که مثلا این قدر کلاویاتور میگیم بسیار دور سفید و سیاه، همون ما یک تا با همون طالبه میفهمونیم. از این مشکلی استاد باید نهراسد. چه که همون پدر یا مادر با امید فرزندش شود در اختیار معلم میتید که آینده چیزی شود، کسی شود. و ما هم وظیفه دار هستیم که نازکی های صنعت موسیقی رو
ба фарзандони мардум, ба фарзандони халқ омӯзонем. саломат бошед. Раҳмат. Бунавша ҷон, хастагии худро чӣ гуна рафъ мекунед? акун зиндагӣ бемушкилӣ намешавад. албатта рӯҳи инсон, вуҷуди инсон як хел нест. гоҳи лаҳзаҳое мешавад ки хушбахтӣ. шахсан ҳозир парешонҳолии ман, он ташвишҳои маро шумо бо суҳбатҳои гарму бо чеҳраи нуронии худ бартараф кардед. саломат бошед. дидани дӯст, шунидани садои дӯст метавонад ки инсона рӯҳияи баланд бабахшад. аз чӣ илҳом мегиред дар зиндагӣ? ҳамчун зан, ҳамчун бону? аз ҳамон хандаҳои тифлона ки беғаш аст ва аз ҳамон интизориҳое ки вақте ман аз кор ба хона меоям фарзандонам медаванд ки модарҷон омадед, модарҷон барои ман чӣ овардед, ё ки ман пурсон мешавам ки имрӯз ту барои ман аз мактаб баҳои чанд овардӣ. ҳамино метавонанд хастагии маро бартараф кунанд. бо мактаб ва омӯзгорони фарзандонатон робитаи зич доред? албатта бе ин намешавад. беназорат бояд фарзанд набошад. чиба ки ман саҳар то бегоҳ дар кори масалан давлатӣ ҳастам, бояд ки аз ҳолу аз хондану аз рафтори фарзандам ки дар мактаб чӣ гуна аст ман бояд бохабар бошам. шумо дар дил доред чунин нияте ки яке аз фарзандон касби модарро интихоб кунанд? гарчанде ки ҳамон фаҳмиши мусиқӣ, фаҳмиши нотаҳо, ҳамон ритми мусиқӣ дар ӯ дида мешавад. дар хунаш аст. бале дорад. кадом суруди ман ки бошад аллакай вай азиёт медонад. ман медонам ки аз удаш фарзанди ман мебарояд, аммо ман намехоҳам ки масалан роҳи санъатро пеш гирад. барои чӣ? чиба ки инқадар заҳматҳову инқадар талошҳои ман масалан ба зудӣ ба даст наомад. чиба ки ман аз синфи чорумӣ сар карда то ба имрӯз чӣ қадар мушкилиҳоро ман паси сар кардам. бигзор дигар касба интихоб кунад. ман кӯмак мекунам. ман дар бараш интихоби ҳастам. касб озод бошам. бигзор озод. хайр раваду шояд ҳамин санъата агар интихоб кунад шумо мумкин ки монеъ ман намешавед. зид набошам. мумкин чиба ки ҳар кас толеу иқболи худаша дорад. бунавшаи азиз, ман медонам ки шумо сарояндаи шарқ хонум гугушро бисёр меписандед ва сурудҳои он касро дар хона ҳам замзама мекунед. дуруст аст? маълумоти дуруст дорам? беҳуда рӯзноманигоронро доною закӣ намегӯянд. шумо дӯст медоред? ман дӯст медорам, хонум гугушро дӯст медорам. дар баробари хонум гугуш ҳоида буд, моҳастӣ буд, устодони ҳунар, ситораҳои шарқ ҳастанд. онҳоя гӯш мекунам, дӯст медорам. аз мактаби онҳо каме барои худ мегирам дар лаҳзаҳои даркорӣ. ҳамаша нею, аммо ҳар як ҳунарманд бояд мактаби худаша дошта бошад. ман истифода мекунам дар ҷойҳои даркорӣ, тақлид намекунам. кадом суруди дӯстдоштае доред, суруде доред, таронае доред ки ба дили шумо бисёр наздик аст ва пайваста ин сурудро, ин таронаро месароед? росташро гӯям интихоб накардам. ҳамаша дӯст медорам. ӯ суруд як чизе аст ки яке пайдо мешавад. ин лаҳза барои мо, барои мухлисони барномаи олиҳа, барои тамошобинони телевизиони Сафина як 4 мисра сурудиро зинда замзама мекардед. суруде ки мақбули дили шумост ва тавре ки гуфтед, суруде ки ин лаҳза шуморо ба илҳом овардааст, илҳоматон омадааст. кадом сурудро мехоҳед замзама кунед? ман як 4 мисра дорам. дар бисёр маҳфилҳо амона замзама мекунам. ба чӣ хотир ки мардум ба қадри якдигар бирасанд. бинед дар ин қадар дунёи пур аз шару шур ва ман бо ҳамин 4 мисра мехоҳам ба мардум масалан гӯшрас кунам ки ба қадри якдигар бирасанд. якдигарро дӯст доранд, зиндагиро дӯст доранд, якдигарро ҳурмату иззат кунанд. ҳар лаҳзаи умрро бояд хуш гузаронед. ҳар лаҳзаи умри инсон ғанимат аст. бале. ҳар лаҳза қимат аст, одам ғанимат аст. бале, бале. аз марги забону армон метарсам, аз рахнаи байни одамон метарсам. خاموش چراغ دل شناسی نکنه که از قهر زمین و آسمان می ترسم. خاموش چراغ دل شناسی نکنه که از قهر زمین و آسمان میترسم. میترسم جانه.
саломат бошед. Ташаккури зиёд. Овозатон хаста Саломат набошад. раҳмат. Бунавшаи азиз, дар охири барномаи олиҳа мехостем таманниёти шуморо ба бонувон, ба модарони азиз шунида бошем. таманниёти ман ҳамчун модар, ҳамчун зан чӣ аст? Албатта ободии Тоҷикистон пеш аз ҳама, тансиҳатии мардум, хушбахтии ҳар як хонаводаву хонадони тоҷик. Мехоҳам ки дар ҳар як хонадони тоҷик суруду мусиқии тоҷик танинандоз бошад. Тоҷикистони ман пеш аз ҳама тинҷу орому осуда бошад. Чӣ ба ки мо ҳунармандон битавонем ки дар фазои солиму озоду ободи кишвар сурудҳои нав ба нави худро эҷод карда тавонем. ташаккури зиёд барои таманниётатон. ба шумо низ бонуи азиз, бонуи ҳунар, бонуи зебо дар роҳи санъат, дар роҳи эҷод барору комёбиҳо таманно мекунем. Мо мухлисон, мо бинандаҳо, мо шунавандаҳо интизори суруду таронаҳои нав ҳастем. бароятон барор комёбиҳо таманно мекунем. ташаккур ки даъвати моро пазируфтеду омадед. саломат бошед. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд ҳунарманди хушсадо, сарояндаи ансамбли фалаки ҳошимовҳои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷораев, Бунавша Муқимова. хайр азизони дилу дида, то барномаҳои баъдӣ тансиҳату пирӯз бошед.